با درود فراوان خدمت همه دوستان گلم. باز یه ویدیوی دیگه مزاحمتون شدم. میخواستم در مورد یه وجه اشتراکی توی همه ایردراپ ها هستش، ایردراپ هایی که ما داریم فعالیت میکنیم توشون وجود داره، با شما در جریانتون بذارم، برای شما در جریانتون بذاریم. شعارهای انتخاباتی دارم میدم. این موضوع رو میخواستم بهتون بگم که وجه اشتراک این بازی ها چیه. همشون یه سری مأموریت‌ها دارن باید انجام بدین که اون مأموریت‌ها باعث میشه که شما یه سری پاداش دریافت کنید که همون ابتدای کار براتون خیلی خوب میشه که بتونید ارتقا بدید، سرعت کارتون و دریافت کردن سکه ها رو واسهتون مفید باشه. این همه ایردراپ ها از یه سری قانون‌های خاص تبعیت میکنن، یه سری مأموریت‌ها بهتون میدن که باید انجام بدید به اسم تاسک. بعد نکته‌های مهمی داره که توجه کنید و باعث میشه که پیشرفت کنید، زودتر به درآمد برسید. به طور مثال بازی ممفی کوین رو باز میکنیم. پایین صفحه شما توجه کنید چند تا آیتم داره: بوسترز، استادیز، ارن، اینوایت. بابت هر اینوایتی که شما انجام بدید یه سری پاداشا میگیرید، مثل همستر میبینید که شما دوستای میاری و یه سری پاداشا میگیرید. توی بوسترز شما ربات دارید، اکثر ایردراپ ها ربات دارن. توی این قسمت نیا کنید: شارژ، توربو، ربات، دمیج یا مثلا ضربه زدن و اینکه ریشارژ اسپیرینس، سرعت پر شدن تانکتون رو زیاد میکنه. این از این بازی. میریم یه بازی دیگه مشابهش رو ببینیم، همین تپسواپ. حتی تپسواپ انقدر گیر داره یه موقعی بال نمیاد. جیمز کوین رو بریم انجام بدیم. بازم میبینید که میرسه بونوس کوینز 50,000 تا بهتون جیمز میده یا همون سکه میده، یه نفر رو وارد بکنید. بازم نیا کنید، توجه داشته باشید تو این قسمت پایین صفحه 3 قسمت رو بهتون میگه: فرنس، ماین، ارن. ماین رو با وارد میشیم. اینجا نیا کنید مثل همستر به شما دیلی کومبو میده، کارهای دیگه مثل کارتای دیگه هم گذاشته براتون که بزنید و پروفیت رو اضافه کنید و بتونید این قسمت پروفیت رو نشون میده بهتون که بتونید درآمد بیشتری داشته باشید. کلاً بازی ها بر همین اساسن که یه سری کارها بهتون میدن انجام بدید و بتونید درآمد بیشتری کسب کنید. این بازی ها حالا ما انجامش میدیم. بازم توجه کنید که این بازی تایم دار هستش و اینکه باز یه سری کارها ازتون میخواد، مثل این قسمت میگه سرعت کار میخواد بیشتر بشه، یه سری خرچا میکنید و باعث میشه که سرعت کارتون بیشتر بشه. تمام توضیحاتم برای این بود که واسه اینکه گیج نشید تو این بازی ها، همشون از یه دستورالعمل خاصی پیروی میکنن. خودتون رو اذیت زیاد نکنید. این بازی پیچیده نیست، اصلا پیچیده نیست. یه خیلی راحت شما میتونید به درآمد برسید و به قول معروف هیچ پیچیدگی نداره این بازی ها. با تشکر از محبتتون، خدا نگهدار.